درود بر شما. علی توانازاده هستم، بنیانگذار هومورو. ببینین یه سری مسائل هست به صورت کامل داخل پیام ها رصد میشه. این موضوعات دائما پرسیده میشه. این مسائل رو اومدیم امروز به صورت کلی یه سری توضیحات در موردش بدیم که روشن سازی بشه و کسایی که دارن استفاده میکنن از محصولات هومورو با خیال راحت این استفادهشون رو انجام بدن. یه سری موضوعات هست خیلی بولد شده و باید این مسائل به صورت کامل در موردش توضیح داده بشه. موضوع اولی که هست در مورد باکس و مجموعه فیلتر هست. خیلی هم میان میپرسن که آب بندی نیست، لق. این صدای لق بودن باکس و علت داره. یه سری توضیحات در خصوص این قضیه من میدم. ببینید ما یه مسیر جریان هوای سرد داریم به فیلتر. این باکس کلا وظیفه‌ش اینه که اون هوای سردی که از رم ایر وارد میشه به قسمت فیلترینگ منتقل بکنه و عملا من اینو باز میکنم. دیگه خودتون سریش بکنید که ببینید آب بندی بودن تو این محدوده هست و کاری به باکس نداره. شما وقتی که میای دستتو میگیری جلوی باکس میگی آقا این آب بندی نیست، از همه جا داره هوا وارد قسمت مکش میشه. نه، این قسمت هوای سرده و از این به بعد، از اینجا به بعد باید آب بندی باشه. فیلتر کاملا کیپ باشه، درش کیپ باشه، پشتش کیپ باشه، بستا فیت باشه و لوله و اتصالات همش کیپ باشه. از این به بعد شما باید تست آب بندی انجام بدید. این که میری داخل پستت میذاری که میگی آقا مثلا من دستمو گرفتم جلوی باکس و موتور خاموش نشد، بله از اینجا ورودی هوا داره. حالا به چه علت ما این ورودی ها داریم؟ دو علت مختلف داره. حالا شاید شرایط مختلف هم جواب بده. ببینید یکی این که شما وقتی که مخصوصا رم ایر ای کجا دارم؟ رم ایر ای وقتی که رم ایر ای مخصوصا حالا بی که پشت سینی فن معمولا نصب میشه، رم ایر ای ورودی فوق‌العاده زیادی داره و در هد خود رو نصب میشه. چکر این رم ایر وقتی که به باکس وصل هست یعنی یه جریان، شما وقتی دارین سرعت حرکت میکنین یه جریان ورودی دائمی داری با شدت بالا. زمانی که پاتون رو تو اون سرعت مثلا 160 170 پاتون از رو پدال گاز برمی‌دارین، عملاً خروجی باکس که فیلتر هست بسته میشه و حجم بسیار هوایی وارد داره میشه، از این طرف خارج نمیشه. فشاری که داخل این باکس ایجاد میشه بسیار بالاست و امکان داره تمام لوله و اتصالاتی که این وسط هست بیرون زدگی پیدا بکنه و فشاری که ایجاد میشه حتی باعث شکستن قطعات یا هر چیزی بشه. این لقی باعث میشه که اون هوایی که داخل اینجا ایجاد شده بتونه خارج بشه. مورد اول تو این قسمت هست. و مورد دوم این که اگر دوباره داخل بارندگی، زمان بارندگی آبی وارد این سیستم شد، یه فضایی داشته باشه که این آب بتونه حالت غرق آبی پیدا نکنه فیلتر و بتونه از یه جایی این آب خارج بشه. این دو مورد در مورد بحث لقه باکس بود که حتما باید توضیح داده میشد و کسایی که دائما دارن در مورد این قضیه صحبت میکنن، تستی که میخوان در مورد خاموش شدن و افت فشار ورودی بگیرن، از این فیلتر میتونن یه پلاستیک به فیلترشون کامل بکشن، ببینن که بعد از این فیلتر اون بسته‌ای که انجام دادن، بسته‌ای که بستن، اون لوله هایی که جا زدن ایرادی داره یا نه. از اینجا میتونن این تست رو انجام بدن. خب موارد دیگه چی داشتیم؟ پیچ‌های باکس و لوله ها. لوله ها که خب اکثرش اینجا داریم. یه توضیح اول بدم در مورد این لوله TU5. ما یک لوله قبلا تولید شد
و یه سری ایراداتی داشت. کسایی که لوله هاشون به این شکل نیست، یعنی ورودی خروجی هاش و اینجاها تو قسمت های بخار روغن شکلی که داری میبینی این خمار رو نداره و حالت شکستگی داره، اینا کسایی هستن که لوله های قدیم ما رو دارن استفاده میکنن، حتما هماهنگ بشن با واحد فروش و لوله هاشون رو عوض بکنن به صورت گارانتی بدون هیچ هزینه‌ای براشون تعویض میکنیم. اینو حتما مد نظرشون باشه. و مواردی که هست در مورد لوله های پلیمری و استیل، لوله استیل هم اگه داریم یه زحمت به بیاریم که چرا همون رو کلا به صورت کامل لوله پلیمری استفاده میکنن نه لوله استیل. ببینید لوله استیل یه سری مزایا داره و یه سری معایب. لوله های پلیمری هم یه سری معایب و یه سری مزایای مخصوص خودش داره که ما ترجیح میدیم به جای اینکه بیایم از لوله استیل استفاده بکنیم بیایم از لوله این نمونه لوله استیل از نمونه پلیمری استفاده بکنیم. لوله استیل دو تا مزیت فوق العاده داره از لحاظ زیبایی و از لحاظ استقامت. این دو تا مزیت رو داره و سایر معایبی که میتونیم روش بذاریم وزنشه، انتقال حرارتشه. شما بخواین این حرف انتقال حرارتی که من دارم میذارم اما دقیق متوجه بشین، اگر کیت مکش استیل روی خودروتون نصب هست، زمانی که داخل ظهر گرم با خودروتون حدود 1 ساعت رانندگی کردین، کاپوتو بزنین بالا، یه دست به لوله‌تون بزنین. این متوجه میشین که من دارم چی بهتون میگم. انتقال حرارتی که داره، اون دمایی که هست که باعث تاول زدن حتی کف دست میشه، این دمای با هوای ورودیتون رو عملا داره افزایش میده و این افزایش دمای هوای ورودی میشه اون افت توانی که شما دائما دارین ازش صحبت میکنین. و بحث وزن زیادشه. وزنی که زیاده، این خودش وزن زیاده کیت مکش خیلی مشکلاتی که هست در خصوص افزایش وزن خودرو و حتی به قول معروف جاکن شدن یا افتادن قطعات، سرصدایی که ایجاد میکنه و سایر مباحثی که داره. و یه ایراد بزرگی که این لوله استیل داره که عملاً کیت مکشتون اگر ایرادی پیدا کرد به صورت کامل نشون نمیده. شما اگه فیلترتون کیپ شد، مکشتون کاملا قطع شد، این لوله ها به صورت کامل سر جاشه و بهتون نشون نمیده که این افت توان از مکشتونه تا زمانی که این فیلتر از سر لوله باز بشه یا شما بفهمید که آقا این فیلتری که الان دارین استفاده میکنین الان کیپ شده یا ایراد داره یا جنسش نامرغوبه و افت توانتون عملا مال این فیلتر. توی لوله پلیمری در صورتی که شما ایرادی داخل کیت مکشتون داشته باشین، خیلی راحت لوله حالت جمع شدگی پیدا میکنه و بهتون این حالت رو هشدار داره، بهتون میده که آقا این کیت ایراد داره، این مکشتون ایراد داره، نقص داره. مکش پلیمری از لحاظ جنسی، از لحاظ قیمتی و از لحاظ هر مؤلفی که شما نگاه بکنین نسبت به استیل ضعیف تره، ولی برای خودروهای اتمسفر بهترین گزینه است. ایراداتو کاملا نشون میده، تعویضش راحته، میتونی جایگزین بکنی. از لحاظ شرایط ساخت نیاز به قالب سازی داره که خب ما این کارو براتون انجام دادیم. تمام این قطعات هم به صورت کامل گارانتی هست و هر کدوم ایراد پیدا کرد از لحاظ شرکتی نیاز هست حتما اطلاع رسانی بشه، براتون تعویض میشه.